دیدگاه حجت الاسلام دانشمند درباره علم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. علم پیغمبر به 3 قسم تقسیم میشه. 1 علم ماکان، 2 علم ما یکون، 3 علم ما هو کائن. اون چه در گذشته اتفاق افتاده رو پیغمبر میدونست، اون چه در آینده اتفاق میفته رو پیغمبر خبر داره. علم ماکان، اون چه در زمان خودش اتفاق میافتاد و پیغمبر میدونست. ذره جهل و نادانی در وجود نازنین پیغمبر نبوده، همه علوم در نزد پیغمبر بوده. بینندگان گرامی، همان گونه که مشاهده فرمودید، آخوند مذکور سعی بر اثبات علم غیب برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد که خود این امر در تضاد صریح با آیات قرآن کریم است. الله متعال در قرآن خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. بگو نمیگویم گنج ها و خزانه های الله نزد من است و من غیب را نمیدانم. و میفرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد، و اگر غیب میدانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. البته شکی نیست که الله متعال پیامبرانش علیهم السلام را از برخی علوم غیب مطلع می سازد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله علم غیب را می داند و هیچ کس را از غیبش آگاه نمی سازد مگر کسانی از پیامبران که بخواهد. و می فرماید: تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. این بخشی از اخبار غیب است که به تو وحی می کنیم، اموری که نه تو و نه قومت قبل از وحی از آن اطلاعی نداشتید. ولی به هیچ وجه نمیتوان آنان را داننده کامل علم غیب دانست، چه اموری که در گذشته اتفاق افتاده و چه اموری که در آینده اتفاق خواهد افتاد، بلکه عالم تمام این امور فقط الله متعال می باشد.